سلام، به دنیای من خوش اومدید. امروز یکم فرق داره. میخوایم بریم تو فوبیای یه سری از آدمای نزدیک که دورمون، فوبیایی که کل جهان رو در بر گرفته و ما نمیدونیم واقعی یا نه. امروز قراره وارد دنیای بکرومز بشیم، جایی که هر راه رو شبیه قبلیه، اما هر قدم میتونه آخرین قدمت باشه. این بازی با الهام از افسانه اینترنتی بکروم ساخته شده. میتونید اونو از توی استیم داشته باشید. هزار توی بی پایان، با اتاقهای زرد، با فرشهای عجیب، کاغذ دیواری های عجیب تر از نورهای سوسوزن و سکوتی که هر لحظه ممکنه با ظاهر شدن یک موجود ناشناس شکسته بشه. اینجا فقط یک هدف داری: زنده بمون و راه خروج رو پیدا کن و نزار بکروم تو رو واسه همیشه پیش خودش نگه داره. بربری ای بربری دی 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 ای نه 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 بربری پشما. Warning. This game cannot flashing light and the imaging that are I know headphones required completed darkness. Oh shit. چیکار باید بکنیم؟ Explore only mode off, motion proof. خب من اصلا چیز check the watcher go as a for possible میگه هر بچو من چیزشو ندیدم. خب باید چیکار کنیم؟ وای واجی چرا اینجوریه این بازی؟ کجا باید برم؟ این چه کرمیه؟ من میخوام پشتمو نگاه کنم. آقا نگاه نکن و فرار کن. چه سرعت بازی یکم از ببین بازی با خیلی اینجا تاریکه. بازی اصلا این نویزه که داره پخش میشه، یک گمگم خاصی هم بک وکال میاد، ولی این نویزی که اینجا داره پخش میشه خیلی رو مخه، خیلی رو مخه، خیلی رو مخه. از خونه بود یا باش؟ به من چه؟ به من ربطی نداره، به من ربطی نداره، به من ربطی نداره. چرا این سیاهه؟ ای کارمون داده. نه 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 این ولی نمیریم بچه ها. آجی بچه نمیتونم باهاتون صحبت کنم واقعا. اصلا اینجوری
بچه الان که دارم این ویدیو رو میدم، ساعت ویدیو رو میگیرم براتون ساعت 4-5 صبح، همه خوابن و من باید تمرکز کنم که دادم نزنم و در این حالی که این سگ تو خودم ریدم. بابا بچه، بابا کیر، هر سری که این لامپا میترکه واقعا میرینم. زمین داره تکون میخوره. کسکش، من ازت نمیترسم، بیا اینجا. دیدی نه؟ پشمام پشمام. کسکش. او یس، گرفتم. بچه توتال تایم داره 3 دقیقه و 43 ثانیه. تو وقتی که اون کیره خر رو میبینی باید از دستش فرار کنی و باید رکورد بگیری، از رکورد خودتو بزنی. من 3 دقیقه و 43 ثانیه اینجا سروایو کردم. الان فهمیدم داستان چطوریه. 3 دقیقه و 43 ثانیه. بریم الان زاده، من ازتون نمیترسم. من از شماها نمیترسم. دوستانی که سازنده بکروم هستید، اگر میخواید پلنتون اینه که منو بعد از اینکه خوابیدم خواب بکروم رو ببینم، من از شما نمیترسم. از شما نمیترسم. اوکی، این صدای اینه. خب خوبه، یه تبر یه صدا بچ. وای من یه ایده ای دارم. این بین خودمه، شما نمیدید من چه ایده ای دارم، بهتونم نمیگم چه ایده ای دارم. بچه‌ای که تبر میزنن میفهمن من چه ایده ای دارم. آره ای کثافتا، ای کثافتا. بچه 3 دقیقه نشد. پریز برق داره، میتونیم گوشیمونو بزنیم شارژ. ایول. بریم راست، بریم چپ، بریم دوباره این بر. نه تاریکه آجی، خیلی تاریکه. این بر میریم. یا ابوالفضل. بنبسته. نمیره. ها یه دقیقه ریدم، فکر کردم نمیره جلو بیش از این. کسی خونه نیست لطفا. کسی نباشه. خب اینور نمیریم. اوه ببینیم چی بود بچه. دیدید اون یه چیزی از اینجا آویزون بود تو ادیت وای هر لحظه احساس اینو دارم که درست داشتم. نمیدونم یه حسیه، احساس میکنم اصلا هر لحظه که میخواد میگن یه چیزی بشکنه اینا، اصلا بازی
بازی یه وایب عجیبی میده که اصلا فکر کنم ساخته شده که همچین وایبی بده. خیلی نزدیکه، 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 خیلی نزدیکه. وای بچه زمین انگار داره حرکت میکنه. بنبسته بنبسته. نه 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 این ورمه، یعنی این ور من میشه اون ور شما. وای وای بچه این حاله دوره چشم بود، یه احساس کنم داره کم کم بسته میشه، انگار نمیدونم، انگار تاره همه جا، یه جوریه صفحه. ای احساس میکنم چت کرده استینم. وای وای چقدر جلو تاریکه. وای چرا اینجوری داره میشه؟ وای بردم. چرا صدا فن کیس سوخته میداد؟ بابا مادرتو گاییدم. نوشت خب همین کل بازی همینه. دیگه بریم یه دست دیگه بریم. آخه ما ایرانی ها میدونی که بچه ها مازوخیسم تو خون ما ایرانی هست. خب تو خون ما ایرانی هست، یاد بریم انگوش کنیم تو چون خودمون، انقدر خودمونو بکر بدیم که بریم این بار بدون بریم تو این دیواره چی میشه. cannot exit the trust centers. اوکی بریم. شاید نباید زیاد بود دو هم، شاید مثلا خسته شد. یکم بود دویم، یکم ند دویم. موسم موند که دیگه نه، یکم بود دویم. یا من میگم از هم دویدن رو بذاریم برای، یعنی یکی نیست بهت بگه آخه کسکش چه مرگت تو زمانی که قرار بترسیم. ای بابا این چرا خاموش شد؟ خب بریم ببینیم چه خبره. بیشتر بگو تو لبم. کوشید. من اصلا شکارچی چیزایی هم که تو بکروم وجود داره. بچه بازیش نه جامپ اسکیر داره نه چیزای اونقدر ترسناک، ولی ترسناکه چون یه جاهایی تو رو میترسونه که تو اصلا انتظار ترسیدن نداری. آره دایش کمتر بگو سلوبه. اینور میریم اونور. واو حاجی یه بدنم مرمور شدی و میخوام برم تو اون اتاق سیاهه. روشن شد. پا قدم بچه به خدا پا قدم منه، به خدا اینه پا قدم های منه. خبری نی بچه چپ مستقیم راست
ببینید زمین حس میکنم داره اینوری میره، من میخوام اینوری، یعنی تو عمرم اینجا چقدر صدا میده. تو این اتاقه یه داستانیه، اگه اتاق باشه که نیست. بریم راست، بریم راست. این ورش بود دیگه. وای اینجا صدا گریه میاد. خب نباید بدویم، نفس باید بگیری فکر کنم. وای من حس میکنم این تکون زمین موقع راه رفتن، نگاه کن. دیگه نمیترسم با این چیزا دادا، اسناکرتم. بذار تکون حالا نمیخوره زمین. میبینید، حس میکنید؟ واسه بریم تو نور. میبینید انگار زمینم، البته الان اینجا که نمیاد. میبینید زمین یه تکونایی میخوره. من حس میکنم اصلا اینو تعبیه، که تعبیه میگن چی؟ در سطح کلان گی میخوری باری کلا. حس میکنم اینو درست کردن که مثلا با چشم بازی کنن و باعث بشن که یه خطای دیدی. بچه من با اینکه زیاد ندویدم و سعی کردم مثلا چه میدونم یه تایم نفسگیری به شخصیت بدم، ولی باز میکنم احساس میکنم چشماش داره بسته میشه، یه حالت سرگیجه طور. نمیدونم. وای چقدر مریضه، چقدر لوپ کس و شری بود آجی. زیاد بازی هیجان انگیزی نبود اینجوری که بگم واو خیلی ترسیدم با خودم نبود عزیز. بخش من وی پی هم رفت سرور مازندران. خلاصه که پیشنهاد میکنم بهتون اگر دوست داشتید پلی بدید، میارزه، رایگانه، زیاد خرج خاصی نداره، کلا فکر کنم 600 میگه. پس اگر همچنان از این سبک از بازی ها خوشتون میاد، حتما تو کامنت ها به من بگید، یا بهم بگید اصلا چه بازی رو دوست دارید انجام بدیم که با هم دیگه تجربهش کنیم. پیشنهاد میکنم برای اینکه بتونی ویدیوی بعدی رو نگاه کنی، مراقب باش تو بک روم گیر نکنی.